ببینید، موضوع اتباع غیر مجاز یک برنامه ملی هست که طبیعتاً در پیشانی و در خط مقدمش فراجا قرار داره و من باز هم بسیار سپاسگزارم که دوست و برادر عزیزم سردار رادان این رو با توجه به مطالبه مردم و دولت در اولویت برنامه‌هاشون قرار دادن. اما یه موضوع بین‌بخشی است که ما طرح‌های لازم رو آماده کردیم. بخش‌های دیگر وزارت کار، اون بخش‌هایی که متولی در واقع اسکان و کار و شغل برای اونها هستن، اونها هم باید دخیل بشن که به هر حال این طرح به درستی اجرا بشه. من مجدداً عرض می‌کنم اونها برادران در واقع ما هستن، مشترکات زیادی با هم داریم، اما واقعا کشور ما دیگه بیش از این امکان در واقع پذیرش اونها رو نداره. یعنی تمام در واقع منابع کشور و یارانهای کشور صرف این میشه و